سلام نیسا جان. سلام سلیم جان. اومده. تو رو از عطر گلشن آفریدم. تو رو از نور گلخن آفریدم. دلی من در سراغ یاری دل بود. تو رو بهر دل من آفریدم. از دور بدیدم لبی پرخنده ای تو. آزاد بودم کنون شدم بنده ای تو. هر بنده که آزاد شود شاد شود. من شاد از آنم که شدم بنده ای تو. شاد روز مبارک. تشکر سلیم. لیلی و مجنون به خونه می رویم. اوچه لبن اینجا بیا. انا بین کونده رو نبرده است، پشت آقیل خونه رو هم اندامه نکرده است. نخو بله اوچه. های مردک کن اینجا بیا. من نمیدونم با این کلین آوردم چیکار کنم. های مردک من کلین آوردم یا یگان شاقیقا یا که یگان مهمانی سر دسترخوان چیزو چاره این خانم را فروختم و با 1000 امید کلین تر آوردم. باز چی گپ شد؟ کلین خورا پختن نمیتواند، از گاو و گوساله باشد میترسد، یک گاو را هم جوشیدن نمیتواند. همون نوچه دل تلخش چرا تا این وقت کاروباری خانه را به دخترش یاد نداده است؟ ارزانم بجا رسوندی حالا که کلین از اوده کاروبار خانه نمیبراید خودتون آلمبی بکند با کلین آموز یاد آیسته آیسته آدم بکند دنیا بشود گلستان. من خراجاتی دنیا کنم و باز خودم کنم نصیب نکرده است، نصیب نکرده است. من کاروباری خانه کنم و کلین نقطه بالای شفنر شده. توبه دیکادیه انا سلیم کی آمد زود با خونهشون میدارند و با بای برک بازی و بوسه بازی مشغول میشوند. اگر در و دیوار چپگردان شود یک بار با بیرون نمیبریم. ای اوچه دین عروس چینی رو شکست است و آن رو در پس چینی های دیگر پنهان کرده. دیدی؟ اگر باز یوان آشنای سلیم به کار بیاید خنده کنان سر و روی نبشانده در نزدی او 1001 کرش نمیکنم. اوچه جان. چی اوچه جان؟ اوچه جان من در غیب شما او رو میپرسم. بیامانه میسنجم اوچه جان. کوشش میکنم بسیار کوشش میکنم ولی کمبودی نمیبینم اوچه جان. بچه چی من دروغ میگویم؟ من دروغ میگویم؟ من دروغگو زنی تو راستگو و بگناه. من در نزدی تو پتک کلو شدم. اوچه جان تو مادری مهربانی منی. اگر من نسبت تو یک سخنی ناجو گویم کور شوم مادر جان. چی مگر من کی بودنی پدر و مادر رو نمیدونم اوچه جان. بچه من در وقتش گفته بودم که من دختری فلانی خوشروی و خوشکار از 5 هنر میرزد. گفتی که نمیشود. اوچه جان با این نشگرانه چیکار کرده ایستاده ای تو؟ ای زنک گناهی اساسی همین کلین در چیست؟ گناهی اساسی کلین در چیست؟ و چنان نلکت الفار که در اندک خفگی زود رای خانه مادرش را پیش بگیرد. اینو گفتم کنده را به سرای بر نبرده است، پشتی آقیل خانه را گفتم اندامت نکرده است. آخر کلین باید از عهده همه این کاروبار خانه برآمده تواند. خاله جان صدقه چشم رویتون آخر کدام کارو نکردم خاله جان. با کی بشرمی کردم؟ در دوام 1 سال به اجازت شما حتی از دروازه بیرون وای نبر اومده این. آخر این کنده بسیار وزنین است. من او را تنها برداشته نمیتوانم. کنده را برداشته که نتوانستی پشتی آقیل خانه را هم اندامه کرده نتوانستی برای اندامه کردن پشتی آقیل خانه کوشش کردم خاله جان. آب و خاکی بسیار لازم. بیامانه آب و خاکی بسیار لازم. اپا جان صدقه چشم رویتان دبرا چینی را خودت شکستی کو؟ حتی گفتین را من در کجا پنهان کنم؟ شیطان تو خودت شکستی بشر تو بشرمی. چرا همیشه در تگ بینی جوره های سلیم راست میشوی چرا؟ آی اپا جان اولا خدا
شاهد که دل و نیتم پاک. دویم اینکه مگر مهمان را با قواقی انداخته و یا روی پوشیده پیش باز میگیرن. خواهش میکنم اپا جان و بدگمانی نکنید. ازنم اولا بی اقلا یک هفته آرام شوید تنم و ملامت را بس کنید و دختری مردمی قدر تون روی نکنید که بینیم چی میشود. اولم بی برای چی دروغ میگویی؟ او تشنه و گرسنه نیستی. سلیم مادر جان او چیزی که خریده بیارم اولش رو با اولمبی میدیم که خواهش میکنم خواهرکم بدگمانی نکن. ای تو داره با فایده زنت گم بزنی فقط طرف او را میگیری خنده و معامله خوب را تنها با شگلانت میکنی. او چه چگونه دختر نمونه کی همین بدفعلی و بدگمانیت رو بپکویی. هرچی سلیم مرد بچه است این بوزن شوخی و خنده کردن مگر گناه است. تو بهترش به سخنان همسایه ها گوش میده که در حق تو چی میگویند و در حق کلیله چی. مردک مرا از اولاد شکری ها میگویند. من چیزی که گفتم باید همان شود تمام. تو با این گفتت چی رو در نظر داری؟ من یک داری موی دخترم را از 1000 کلی بالا میدانم. دختری من دروغگو به جا گرده است. فهمیدی مردک؟ اوچه جان التجا میکنم مرا بفهمید مرا بفهمید. اوچه جان چی آچه جان؟ من یک طوری موی تو رو با دنیا نمیدیم مادر جان. اوچه جان ولی بزنم هم بیوده تنبیه نمیدیم. چی؟ اوچه جان از زنت میترسی ها؟ از زنت میترسی؟ بیوخیر اوچه جان. خاله جان من در این خاندان خودم را فرزند میدونم. خاله جان یگان کوششی بیهوده ندارم. آی سلیم اگر من یک بار دیگر از این شگلانی تو خنده بیهوده و ناز و کرشمه دیگر بینم از این خانه برآمده رود. فهمیدی؟ خاله جان آخر من چیکار کنم که به شما محقول شود؟ خاله جان آخر من چیکار کنم؟ حالا سنجش در پیش است. فهمیدی؟ خاله جان نیسا جون عزیزکم من تو رو میفهمم. التجا میکنم عزیزم من تو نیز من رو بفهم. عزیزم هرچی که باشد تو یک دوره توقت کن مایلش. عزیزم نیسا جون چی علاج؟ حالا چیزی گفته نمیتوانم. نیسا آفرین کلین جانی من. خاله جان زمینی من. خوراک تیار شده است. تیار گریخته باشد بیار. تیار باشد گریخته بیار. مایش پازی دادم میبه. بیایید مرحبت بشارید. سلام زنک. سلام خوراک هم تیار. مرحبت. رحمت آفرین. مادر جان والا بای یک سوال دارم. سوال کنی شنویم کی سوال دوست؟ رفیقانم از من پرسیدن من جوابی عمیق نیافتم. خب در سفر بعدی چندین ساعت راه رفتم از پیش سیلابی پرتغیانی می آید. خب در این اثنا جوانی پرقوت با زن و مادرش دچار این دهشت می شوند. یعنی زن و مادرش را سیلابه از پای می افکنند. جوان باشد قوت یک باره نجات دادن هر دوی آنها را ندارد. خب با فکر شما پدر جان اول مادرش را از آب بگیرد یا زوجه‌اش را؟ سوالی عجایب ها زنک. عجایب. آفرین.
با فکر تو پسرم اول باید کدامش رو نجات دهد؟ پدر جان، اگر مادر نمی بود جوان از کجا به دنیا می اومد؟ درست. مگر رنجی کشیده ای مادر تا به کمال رسیدن این جوان از خاطر فراموش می شود؟ نه نه. هیچ وقت. نمیشه. لیکن پسرم علاج کرده هر دو را یک جایه نجات دادن روزیم ها زمان؟ البته مردک. خاله جان اجان. خاله جان لبای. خاله جان شما یگان چیز رو حس کردید؟ چی رو دخترم؟ من حس کردم. خوراک شور اومده است همین خیلی پدر هیچ گپ نیست. خیلی زمین با آسمان چسبیده است و کلین هم حالا جوان است. آیسته آیسته همه کار را یاد میگیره. هیچ گپ نیست. امروز که خطا کرد پگاه اصلاح میکند. بیهوده نگفتم که از خردان خطا از بزرگان عطا ها زنه؟ خیلی من بینم باز چای هم شور نیامده باشه. هیچ گپ نیست. هیچ گپ نه دخترم هیچ گپ نه. آدم یک بار همه کار را یاد نمیگیره. ای زندگی خود به خود را کتبانو کرده میماند. درست. بیا نیسو. نیسو جان کنی دختر جان نیسو بیا. بیا دخترم. خیر احوالت چیه؟ زندگی چیه دخترم؟ نغز هستی؟ نیسو؟ چی شد؟ اوچه جان آنها مرا نمیفهمند. همین قدر که کوشش میکنم علاج یافته بر سرم کمبودی ها بار میکنند و چه سحری بر وقت از خواب خسته همه کاری باری خانه را به انجام رسانیدم. در پسیدن خوش دامنم نشسته انتظاری دیگر فرمانهای او میشود. آرام شو دخترم آرام شو. با یگان راه دلی آنها را نیافتم. هرگاه که خوراک میپزم انا همان دختری بخیلی به ایمانش کاری کرده یک مشت نمک را خلوت به دکچه خوراک میپرتوید. چند بار در بالای همین کارش او را داشته گرفتم. میگوید که من نکردم. چادی کوچینی ها را شکسته بالای سوخته نمکا و گردنی من مر میکند و چه نمیدونم چی کار کنم. آرام شو دخترم خود شوهرت در کجاست؟ بعد از کار در خانه است. او یگان گناهی ندارد. از ترس مادرش چیزی گفته نمیتواند. پدر شوهرت چی میگوید؟ آن کسم بیچاره چی میگفتم. گاه گاه به زنی گور سوخته و دختری بی ایمانش غرغر میکند و خاموش میماند. گوش کن خواهر جان، زیق نشو. اول اینکه نصیب و قسمت بوده است. دوم اینکه خودت را خودت با آن خاندان بردی. من میشنوم سلیم عیب ندارد. وی مطیع سختی عقیده های مادرش است. از همسایگانش نیز مادر او را یگان کس آدمی خوب نمیگوید، برعکس سنگ میزنند. لیکن خواهر جان، این وزنی رو به گردن گیر و کمی دیگر طاقت کن. طاقت دو دختر. کو بینم چی میشود. من خودم با سلیم گفتگو میکنم. عبدالله عبدالله جان زیق نشو. همش ناز میشه. خوب میشه من از طعنه و ملامت خویش تبار همسایه ها میترسم. وگرنه در خانه آن زنک بی ایمان یک ساعت هم زندگی کردن حرام است. روز بیا دخترم شین. بیا خوراکت رو خور دختر شیر جونیوچه پدر و اکاد راست میگوید. طعنه و ملامت دوست و دشمن به دل آدم میزند. پگاه من خودم با همراهت رفته یگان نصیحت و مسیحت کرده میمونی. جونیوچه آخر من تو رو بسد امید آرزوها خاندار کردم. شرف آدمی رو یک تخت و یک بخت نگاه میدارد. جونیوچه آرام شو همش خوب میشه. السلام. بیا سلام. سلیم جان در آیا ممکن؟ بیا بچه برو گذر. تشکر خاله جان. من خوش کن سلیم جان. لبای توجه. در خانه شما یگان خیل
یک دیگر فهمی هست یا نه؟ و تو چخیل مر بچه‌ای؟ و همون مادری مهربانت فهمون که این هم فرزندی همون خاندان به حساب می رود، این هم خوشبختی و خرسندی می خواهد. تاغا جان بخیر من با مادرم چی گفتم میتوانم؟ وای مادر است تاغا. سلیم جان هرچندی که مادران عزیز و معتبرند لیکن در بین زنها زن پیدا می شود که از درنده هم بدتر است. من تو را از دخترم جدا کردنی نیستم لیکن یک علاج کرده راه زندگی را یابید، خوش و خرسندانه زندگی کنید پسرم. مایلش خلا جان مایلش من کوشش میکنم یگان کار کردن نمیتوانی. تو از گفتگوی اون مادر و خواهرت یک قدم دور مانده نمیتوانی. من هم نسا را از تو جدا کردنی نیستم لیکن با این خیلی مناسبت. مایلش تاغا جان مایلش من از پای یگان خانه الهیده میشوم. آفرین. انا این دیگر گپ. نیسو جان شنیدی؟ من گفتم که همش خوب میشود. جانی اوچه همش خوب میشود. سلیم جان تو رفته خانه رو جدا کن بعد آمده همراهت نیسا جان رو گرفته بر. مایلش خلا جان مایلش دیگر اصل اسوده نمیستم تاغا جان. لیکن حاضر میخواهم که نیسا رو همراه خود گرفته برم. اگر نیسا نرود چی؟ پدر جان سلیم گناه ندارد، من همراهش میروم. مادر جان تقدیرم را باز یک بار دیگر میسنجم. مایلش من مقابل نیستم لیکن نخواد که به یک گم خلاصه نآینده. مایلش دخترم مادامی که هر دو روزیان بگذار یک جای روند. بله رو دخترم خودت رو احتیاط کن. خیر. های مردک جان من با این ها میروم. گوش کن سلیم جان تو با همان مادرت فهمم. بزنک اینجا بیا. لبای مردک چی گفتی؟ گوش کن زنک جان کلین یگان عیب ندارد. صد راه زندگی پسرت نشد. ای مردک من در وقتش گفته بودم که بیا با یگان آدمی بای پولدار خدا شده. منم کلین های همسایه رو بین همه پولدار و مالدار. کلینی تو باشد چی ها؟ ای زنکی ساده چند بار به تو گفتم که به دیگران حسد نبر. او یک بزرگ گفته است که اول عیب خود ببین بعد عیب دیگران اون وقت عمری دراز میبینی. من با این کلینی آوردگی تو هیچگاه عمری دراز نمیبینم. هیچگاه آرزو داشتم که یگان خشی خودم را کلین کنم و صاحب این خانه شود. همه آرزوهایم به هوا رفت. چیز و چارم به بیگانه ماند. میفهمی به بیگانه؟ چی؟ ها سلیم برای تو بیگانه هست. و غیر از این باید با خش و تبار خدا نشوی که در آینده از آنها فرزندانی ناسالم به دنیا میآیند و در زندگی عذاب بکشند. سلیم انتخابی نفس کرده است. خانه آنها رو ویران نکن آخی. من خانه آنها را ویران نمیکنم و تعریف و کتگی های همسایه ها را میبینم. خیال میکنم که من در نزد آنها بیچاره‌ام. مردک میفهمی بیچاره‌ام. او کجایی تو به بیچاره مونم؟ و تو هم در وقتش به همه کارها صرفم نمیرفتی کو؟ من صرفم نمیرفتم. صاحب این خانه بودم. میفهمی؟ تا این کلینی تو کارباری خانه را یاد میگیرد که من پیر میشم. مردک میفهمی؟ با جای اون که با اونها مصلحتیه که در زندگی از عمره کشن این به دیگران حسد میبری سکه آدم شوی. همینش مانده بود که
معلم شده تعلیم و تربیه را سر کنم. توبه. اوچا کارها پنج شد کاری گپ زن دفایمون پو اوچا گفتم پو شبنم حال هم با اومه مادرش چی میگوید مادرش؟ شبنم او را راضی کرد شبنم گفت که من از تنه معلوماتی مردم نمیترسم میخوام همیشه با تو باشم سلیم هم با من مخطول است لبای اوچا یکی این جهی رو سوختم از خونه بر آمدم نرود چی؟ آنها چطور میکنیم اولمی جون؟ ای اوچا در گپت ایست انا بابای همین خیلی تنگ روشی بکن روی خوش مده من هم آروم نمیستم شلو مجبور میشود که از خونه مو بر اومده رود سلیم راضی میشده باشد آخر در اصل وی اون قدر دختری بد نیست و کمی بیشرم است اصلاح شدنش ممکن اولمبی جان؟ ای اوچا میستی که که اصلاح میشود زودتر بر آمده رفتنش لازم من به شبنم وعده دادم اوچا حالا ایست من با هر راه و واسطه او را متهم کرده میمونم مایلش السلام علیکم. اوچا خداتون آمد خدا جان ممکن است که به خانه تان درآییم؟ درایت خاله جون اوچا خدا جان خودش چی گفت؟ کلینتان چی گناه کرد؟ حقیقت را گویی. ای خدا جان این دختری تو یگان کاری مرادی دلی من را کردن نمیتواند سرم باشد تا که بسیار اوچا جون چی آچا جان؟ اوچا جون او این بیچاره چی گناه دارد او حتی کارهایی را میکند که بعضی مردها قادر نیستند ای او خود از کی دا این طرفی رو میگیری ها؟ من صد بار به تو گفتم که در بند ندارو دخالت نکن سالم دخترم را دوه نزار اوچا دختری من از پنجش هنر میرزد فهمیدی؟ خدا جان از اصل جهل فرایید توبه خود بیایید با مسئولیت همدیگر جامعه پاره کردم و انشاءالله کوتاه نمی آید آخر من و تو هم در وقتش کلی بوده از کار و بار خانه از روزگارداری آنقدر با خبر نبوده اما با مرور زمان همه کار را آیسته آیسته یاد گرفتیم خیر میلش بیگذار که کلینت از هده کار نبرامد آخر وظیفه خودت از تنه و ملامت کردن نیست با او یاد ده آموزان خطاگیش را سر وقت اصلاح کن خدا جان ایسا جان بترم چیزی که خوشتامنت میگوید لبیک خاله جان گوید همیشه در خدمتش آماده باد یک تخت یک وقت گفتم دخترم خاله جان شما خواتیر نشوید انشاءالله مادری من هم میفهمد کارها خوب میشوند خاله جان میلش کرد بناهتون به خدا من میروم ای زنم با کجا میروی ها؟ با کجا میروی؟ ایمان ده خدا ایمان ده خاله جان رفته آب بیارم چی گفتی؟ رفته آب بیارم خیر نباشد من رفته آب بیارم ها؟ زود رفته آب بیار زود آب بیارم آی سرمه اوچا من حوزی آی سرمه آی اوچا جون این کنده رو من برداشته نمیتوانم او وای بیچاره مشتی پر این رو از کجا برداشته به ایزون خانه میبرد این میونه کمه کنده را که برداشته نتوانیست برده پشتی آقل خانه را هم انداوه کرده نتوانیست مشتی پر اوچا جان او کمکه که دیگر صبر کن او با جویباری پس خانه که او آمد خودم پس آقل خانه رو انداوه میکنم این کاری مرد اوچا جان کنده رو باشد با پدرم یک جویه میبریم توبه
намешавад модарҷон بچه кори осон چی؟ من به همین روزا بچه کلام کردم با همین روزا بچه کلام کردم очаҷон از پیش خود رفتم یک اشچگلان کش کردم من را مجبور کرده که او را کلین کرده و این خانه بیارم ای تو با این اشچگلان هیچگاه برکت نمیابی هیچگاه очаҷон очаҷон چی چجون؟ ои хел нагӯед охир о вай бечора чӣ гуноҳ дорад о ба ман бигӯед ман ба ӯ мефаҳмонам очаҷон ای برای صاحبی این خانه شدن 10 دست پیدا میکنی و از جفته های کلانتر سرکشی نمیکنی تمام очаҷон очаҷон ман фаромӯш кардам ман барои шумо тӯҳфа харида будам خیلی توفه ана бинед очаҷон барои шумо як либоси зебо харидам як куртаи зебо карда пӯшед очаҷон бинед очаҷон رحمت очаҷон رحمت ана бинед инашро барои оламбӣ харидам табъи дили худаш رحمت ана бинед очаҷон як куртаи зебо карда пӯшад очаҷон ана ин тӯҳфаҳо низ аз они шумо агар дафъаи дигар дастам расид барои нисо низ ягон чиз мехарам ای برای آن اشچگلان شرط است پولت حیف نکن برای نیستا میخرم اوچا من بهوده از کفای کلینت نرفتم اوچا گپ شد عالم بی جان بعد باز چی میگم گپ شد بعد میگم چشمت را فرو برد اینقدر دیر کردی ها آنقدر دیر نکردم کو آه خمیر فروش شد همه کارها ما کجا گم شدی توبه خاله جان چی خاله جان من یک آدم دستم به همه کار نمیرسد اگر در انجام کاری المپی دستی یاری دراز کند خوب میشود ای کلین تو عالم بیکار کند ها؟ هیچ کس نگفته است هیچ کس نگفته است فهمیدی ای عالم تو بیار. دیوانش داری خرگم میزنی ها آقای اپا جان اگر در انجام کاری دستیاری دراز کنی یگان جویت کم نمیشود آسمان آمده به زمین نمیچسبد ای تو خودت کی من روی راست کار میفرمونی ها کلین توی آمد اپا جان آیا. تو آواینده کلید میشوی اگر این خصلت و رفتارت را دیگر نکنی احوالت از احوال من بدتر میشود ای از این میبراید که گویا در خانه من عذاب و اذیت میدیده باشی ها؟ از سقف این خانه من شوی اوچایی به شرم و به حیا اوچاییست در لب چشمه با او بچه بیگانه چی بگفتی ها خندیده دستت را به دستش دادی ها کی بود دو آیا که پجان حیا اولا خدا شاهید که دل و نیتم پاک دوم اینکه این بچه همسینفم صدیق بود از اولا پرسان شده پر آخر من چیکار کنم خواهش میکنم بدگمانی نکنه اوچه این شیطان دروغ میگوید در نزدش خندیده هزار ناز و کرشمه میکرد اکنون فهمیدید که از لب چشم چرا دیر آمد باز من برای بدگمان بودستم اوچه این کلینی تو دزدم هست گوشوارهایم رو از تگ بالشتش یافتم تو دزداتر اون زادایی صدقه خانه مشوی به شرم و به حیا دزد ای کنی از جایت خس به گوها علف دادی آب دادی همیدارها را آب دادی به مرخا دان دادی ها اکنون زود رفته تخمهای مرخا را گرفته بیار زود آلمبی کنی رفته بین این اشتغلان چی بلا این اشغالانی تو رو هیچ بلا نمیزند ها چی شد؟ همین خیل است کلین که شده میدوی میپری میغلطی تش نمیمونی گرس نمیمونی هیچ گم نداره عادت میکنی آچه این اشغالانی تو رو هیچ بلا نزده است گنده موردنی نداره هیچ بلاش نمیزد ای خداوندی بزرگ
از درگاهت التجا دارم یا به این کردیلا به ایمان ها عقل و فراست ببخش یا جانی مرا زودتر بیسی تا که دیگر غم و کلفت را نبینم. چیکار کنم؟ این لطه درازانی به ایمان مرا نمیفهمند. همین قدر که کوشش میکنم علاج یافته بر سرم کمبودی ها بار میکنم. سلیم بچه خوب است. من او را به نهایت دوست میدارم. ولی از گفته های مادرش یک قدم هم دورتر نمیگذارد. به زمین من امیدوار سلیم به نزدیکی پدر می شود. ولی چی علاج؟ دیگر چاره ندارم. اگر بازگشته به خانه پدر و مادرم روم شاید مایوس و غمگین گشته بیمار شود. نه چی علاج؟ دیگر چاره ندارم. سلیم جان مرا ببخش. تو گناهی نداری. الوداع. نیسو سلیم جان التجا میکنم مرا ببخش. تو گناهی نداری. من تو را دوست میدارم. میدانم تو هم مرا دوست میداری. خرسند بودیم که صاحبی فرزند میشویم و از خنده و شوخی های آن به ذوق میآییم و از تماشایش چشم نمیکنیم. ولی افسوس که من به آرزو و هوسم نرسیدم. پیشی مرا نیم راه گرفت. کام گردابی دریا مرا انتظار است. قسمت همین بوده است. کنج خاموشی ابدی را اختیار کردم. دو جان را میبرم. الوداع. چه گفت شو؟ نیسو با خودکشی دست میزد است. نیسو چیکار میکنیم ما؟ چیکار میکنیم؟ بامش من گناهگار. چون مادری دلسوز باره اندیشه نکردم. در دیدم رفته بود کی؟ از این رفتار تو در این خاندان یگان بدبختی روی میدهد. من این رو حس کرده بودم. نیسو
جان نیسا نیسا جان باورسویت رسیدی اوچه جون خوبی سخن ناجایی دخترم رو تسکینی دل گفتم سری هر یک قدم تو را رنجاندم با وجودی دقلیمم باره برویم نگاه نکردی گلی نگیدم ای از دانی پاک ای از دانی پاک از تو التجا میکنم که اینکم را یک بار دیگر به من برگردو تو از وی بخشش پرسم تا که در پیش پایش سرخم کنم نیسا جان دیگر این پشیمانی های تو فایده ندارد خود کرده را دوا نیست زوجه مهربانم سری هر قدم در یاد و خیال تو بودم لحظه از تو جدا بودن رو نمیخواستم چرا این بدبختی به سر من آمد دیگر این دنیا این زندگی به من لازم نیست من با تو یک جایه بودن رو میخواهم سلام جانی بالای سوختن و من کم میشود با هیچ وقتی را نمیخواسته شما با فرزندی من چی کار کرده؟ خدا جون نیسا با خودکشی دست دارد جانو جیگری جان نیسا جانم جانی بچه نیسا جانم شوی جانو جیگرم نیسا جانی من چرا تو این کارو کردی دخترم جانو جیگرم امیدی دلم جانم جانم دختری نورمانم جانی بچه جان دخترم جانی برای چی پدرت گفتم خود نیسا جان دخترم راهی ما درست رو انتخاب کرد